به نام خدا با عرض سلام با مجموع خبرهای این ساعت از رادیو جهانی ترکمن FM با من ابراهیم حمیدی خوش آمده. امروز دوشنبه 31 ماه جوزای سال 1400 هجری خورشیدی. وزارت دفاع ملی میگوید که نیروهای امنیتی و خیزش مردمی جنگجویان گروه طالبان را از ولسوالی‌های بنگی و خوجغار ولایت تخار بیرون راندند. امان معاون سخنگوی وزارت دفاع ملی روز دوشنبه 31 جوزا گفته است که در نتیجه اجرای عملیات نیروهای امنیتی و خیزش مردمی طالبان از ولسوالی‌های بنگی و خوجغار ولایت تخار فرار کردند. معاون سخنگوی وزارت دفاع ملی افزوده است که طالبان در روستاهای عبدال و قره پرچه و شهر طالقان مرکز ولایت تخار تلفات سنگینی را متحمل شدند. در جریان 2 روز گذشته دست کم 10 ولسوالی تخار به دست طالبان سقوط کرده است که ولسوالی‌های بنگی و خوجغار نیز جزء آن بوده است. منابع بر روزنامه 8 میگوید که رئیس منابع بشری، رئیس مالی و آمر استخدام وزارت امور کار و اجتماعی به اتهام سوء استفاده از صلاحیت‌ها، وظیفه اجراعات غیرقانونی و عدم تطبیق حکم ریاست جمهوری بازداشت شدند. اطلاعات منبع فردوس فرخ رئیس منابع بشری، خالد رئیس مالی و احمد ولی آمر استخدام وزارت کار و امور اجتماعی امروز دوشنبه 31 جوزا از سوی پلیس بازداشت شدند. وزارت کار و امور اجتماعی تا اکنون به صورت رسمی در این مورد یکم جوزا گفته است که نیروهای مردمی در ولسوالی خنجان ولایت بغلان به رهبری یک فرمانده جهادی به نام جلال الدین باجگاهی به حمایت از نیروهای امنیتی در این ولایت اعلام آمادگی کردند. این نیرو با سلاح‌های سنگین و سبک به کمک نیروهای امنیتی به میدان نبرد در این ولسوالی آماده هستند. محمد اشرف غنی رئیس جمهور کشور صبح روز دوشنبه 31 جوزا با رهبران سیاسی و جهادی نشست مشورتی برگزار کرد. در این نشست در مورد سفر رئیس جمهور و عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی به امریکا و نیز روند صلح حمایت از نیروهای امنیتی بحث شده است. این نشست در ارگ ریاست جمهوری برگزار شده است. عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی، محمد سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری، میررحمان رحمانی رئیس مجلس نمایندگان، حامد کرزی رئیس جمهور پیشین کشور و فضل‌الحاد مسلمیار رئیس مجلس سنا و شمار دیگری از چهره‌های سیاسی حضور داشتند. طبق اعلام ارگ ریاست جمهوری اعضای نشست تاکید کردند که روند صلح اولویت جمهوری اسلامی افغانستان است. منابع در ولایت بغلان میگویند که حمله گسترده گروه طالبان به ولسوالی تاله و برفک ولایت بغلان به شکست انجامیده است. یک منبع در ولسوالی تاله و برفک ولایت بغلان روز دوشنبه 31 جوزا به رسانه‌ها گفت که گروه طالبان در جریان شبانه روز گذشته از 4 جناح برای تصرف این ولسوالی حمله کردند که با مقاومت شدید نیروهای امنیتی مواجه شد. با گفته این منبع در نتیجه یک درگیری نفسگیر که تا بامداد روز یکشنبه ادامه داشت، حمله گروه طالبان به منظور تصرف این ولسوالی به شکست انجامید. مقام‌های محلی در ولایت پکتیا اعلام کردند که در نتیجه انفجار یک ماین کنار جاده گروه طالبان در این ولایت 9 عضو یک خانواده به شمول کودکان و زنان زخمی شدند. عبدالرحمن منگل سخنگوی والی پکتیا میگوید که این حادثه روز دوشنبه 31 جوزا در روستای عطایی از مربوطات ولسوالی احمد آبای این ولایت رخ داده است.
هیئت اعزامی نمایندگان که برای بررسی چگونگی به خشونت کشیده شدن تظاهرات باشندگان فیض‌آباد و بدخشان رفته بود، نتیجه بررسی های خود را اعلام کرد. این هیئت پیشنهاد کرده است که مسئولان محلی از جمله والی بدخشان باید به خاطر سرکوب اعتراضات از وظایفشان برکنار و به نهادهای عدلی و قضایی معرفی شوند. آقای رضایی که ریاست هیئت 5 نفری مجلس نمایندگان را بر عهده داشت، روز دوشنبه 31 جوزا در مجلس عمومی گفت که به والی و پلیس این ولایت از راه اندازی تظاهرات اطلاع داده شده بود، اما آنان برای تامین امنیت و جلوگیری از خشونت کشیده شدن این تظاهرات کاری نکردند. این هیئت میگوید که نتیجه بررسی هایش نشان میدهد که در راستای تامین امنیت این تظاهرات غفلت وظیفه‌ای، سوء مدیریت، بیکفایتی و بی‌پروایی صورت گرفته است که باید عاملان آن مورد بازپرس قرار گیرند. هشت 78 بیمار کرونایی در یک شبانه روز گذشته در کشور جان باختند. وزارت صحت عامه اعلام کرده است که در 1847 بیمار جدید نیز شناسایی شده است. با ثبت ارقام جدید، شمار کل مبتلایان به ویروس کرونا در کشور به 105749 تن رسیده است. از این میان 4293 تن جان باختند. بسم الله محمدی سرپرست وزارت دفاع ملی از مردم خواسته است که در هر جایی که هستند در کنار نیروهای امنیتی بسیج شوند و دولت آماده است که تسهیلات لازم برای حمایت از نیروهای مردمی علیه طالبان را فراهم کند. بسم الله محمدی این درخواست را از مردم در مراسم معرفی خود به عنوان سرپرست وزارت دفاع ملی مطرح کرده است. آقای محمدی در 29 جوزا به عنوان سرپرست وزارت دفاع ملی تعیین و معرفی شد. سرپرست وزارت دفاع ملی به مردم اطمینان داده است که از دستاوردهای کشور دفاع می‌کند. آقای بسم الله محمدی گفت که با تجربه 14 ساله‌ای که از کار در سطوح رهبری نهادهای امنیتی دارد، چالش‌ها را به فرصت‌ها تبدیل خواهد کرد. آقای محمدی تاکید کرده است که برداشت او از طالبان این است که تاکنون به صلح باور داشتند. او از طالبان خواست که دست از کشتار و ویرانی بردارند. سرپرست وزارت دفاع ملی هشدار داد که طالبان از راه جنگ و خشونت به اهدافشان نمیرسند و در صورت انتخاب جنگ و خشونت آرمان رسیدن به هدفشان را به گور خواهند برد. این بود مجموع خبرهای این ساعت که از رادیو جهانی ترکمن FM بر شما تقدیم شد. تا خبرهای بعد، خدایا رو نگهدارتان. Türkmen FM, Türkmen FM. Afganistan boyunca birinci Türkmen Radyo.